تو هم هر وقت با هر کسی حرف میزنی بهش بر میخوره. سلام، من یاسی رئیسی هستم، لایف اند مایندست کوچ و اینجاییم با یک ترزه مایندستی به دیگه. بچه‌ها خیلی مهمه که وقتی که ما میخوایم یک مسئله رو عنوان بکنیم چجوری ورود میکنیم به اون کانورسیشن. در واقع باید خیلی حضور داشته باشیم که لحن ما و کلماتی که استفاده میکنیم در واقع چطوری هست و باید خیلی تمرکزمون روی نتیجه‌ای که میخوایم از این مکالمه بگیریم باشه. به خاطر اینکه اگر ما در واقع طرف رو اتک بکنیم و کانسرنمون رو خیلی مستقیم به طرف بگیم، طرف خیلی حالت دفاعی پیدا میکنه و دیگه صحبت‌های ما رو نمیشنوه. پس خیلی مهمه که ما اول از احساسات خودمون بگیم و در واقع لحنمون به شدت ملایم باشه، تون صدامون خیلی دوستانه و لطیف باشه که حالا توی ویدیوهای بعدی خیلی بیشتر وارد جزئیات میشم براتون. شما به من بگید که چقدر شده که بگید من 1000 بار این مطلب رو به فلانی گفتم ولی اصلا نمیشنوه یا اصلا متوجه نیست من میگم، یا برمیگرده به من میگه تو چقدر خانم معلمی یا چقدر آقای مبصری.